سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوشمند بچه به یک ویدیو شدید. آقا امروز اومدیم با یک ماد دیگه. آقا ماد خفنی که امروز میخوایم معرفی کنیم مادی نیست جو ماد ماشین های ایرانی. حالا نه ماشین ایرانی، خارجی هم بچه داخلش هست و من آقا بچه رفتم 3 تا از بهترین مادهایی که برای ماشین استفاده میکنن و با کیفیت ترین بچه مادها رو براتون آوردم. یکی 2023 چلی تیگو 8 پرو برای جیتا. بچه همه این ویدیوهایی که ما داریم در مورد میدم جیتا وایس سیتی یا جیتا 3 ممکنه باشم. و بچه من جیتا ویدیو نمیگم چون این ویدیو قبلی دیده باشیم بچه بهتون گفتم و دیگه واقعا حال دیگه گفتن رو ندارم. آقا اولین مادی که برای ماشین بچه هستش 3 تا ماد متفاوته. اولین ماد پیکان جوانان که اینجا مشاهده میکنید، دومین ماد پیجو 405 که اینجا هم دوباره مشاهده میکنید و یک ماد خفن دیگه هم همین که بچه بهتون گفتم. آقا ما یکی میدونیم براش. اول از ماد چریتی گوشت 8 استفاده میکنیم و بچه اول کاری که میکنیم زرگیم و بچه راستی بعد پوشه بعد مدلر بریزی که داخل یکی ویدیو جدیدم میخوام براش در موردش بسازم. شما مدلر نصب میکنید و پوشه رو که سمین رمزش رو میگیریم کپی میکنید. بعد که کپی کردین میرین داخل فایل و هرچی فایل رو میریزین داخل پوشه بازی. حالا من ریختم و دیگه نمیخوام انجامش بدم و کار بعدی که من انجام بدید بچه اینه که ادیتر و مدلر بچه مدلر که ریختین داخل دیدمشون داخل دیسکریپشن میذارم. مدلر بچه که ریختین ببینید چریتیگو بچه پیدا میکنین و داخل پوشه مدلر بازیتون خود چریتیگو رو میذاره و با خود رمز فایل بچه تطبیقش میدین یا همون میذارین و اینجوری میشه که داخل کلو رفت نه باشه داخل پوشه بچه مدلر همونطور که میبینین داخل پوشه مدلر رفتش و همون ماشین ها باید همین کار انجام بدید و لینک همشون داخل دیسکریپشن بچه براتون گذاشتم. آقا بریم برای ماشین بعدی. فکر کنم پیکان بچه جوانانه. همون پیکان جوانان دوباره همینو داخل پوشه باید بچه این مشکل داره مثلا این خرابه این اذیت هم میکنه و بچه اوکی میزنه و همیره. و بچه مود بعدی که بهتون میخوام بگم مود پیجو 405 یکم دارم سریع میگم که دیگه خستتون نشه و دوباره هم با همون کار انجام میدیم و میدین همون پوشه رو انتقال می داخل خود پوشه بازیتون. بعد که انتقال دادیم میدیم یه تستینگ میکنیم و برمیگردیم. اون اولین کاری که میکنیم بچه یکم لگ داره داخل ویدیو قبل هم اینجوری بودش و دیگه باید عادت کرده باشیم اگه دیده باشیم اونو و بچه داخل پوشه بازیتون کردیم داخل سیوش حساب میدین و بازیتون رو فعلا انجام میدین تا این بازی بیاد. بچه آقا برگشت و هنوزم بچه بهتون گفتم باگ داره و بچه نیم ساعت طول کشید تا این بازی حرکت کنه و من الان نیم ساعت ایستادم تا این بیاد و بچه دیگه ماشین بچه راستی اسم ماشین هم بهتون بگم. ماده همون بچه ماشینه که بهتون گفتم اسمش چی بود؟ ماشین بچه چریتیگو اسمش بچه داخل الان که دیگه رسیدیم به این اسمش چیه؟ به پیکان جوانان و یکی هم بچه بازی باگ داره ولی پیکان جوانان دیگه و خیلی بچه کیفیت داخلش هم بچه کیفیت داخل هم داره و بچه حالا که دیگه گیریم بولم رد کردیم بچه اسم پیکان جوانان میشه گرین وود و داخل جی باید پیداش کنیم با بچه مود ترینرم آموزش بچه نصبش هم داخل ویدیو بچه بعدی حتما میزنم براتون و میتونید نصبش کنید یا میتونید از بچه بعضی خیابون استفاده کنید. بچه مود این ماشین بعدی هم 405 که اسمش بچه سلطانه دیگه و بچه اگه میگین چرا باگ داره این مال مشکل از سیستم نیست و مال شما اینجوری بود. دلیلش اینه که بازیتون باید یه چند تا مود بخواد برای مود ماشین که مود سنالیست که همه اینا رو درست کنه. اگه میخواین داخل بچه کامنت ها رو زیاد کنه که براتون اینا هم بذارم و مشکلتون رو حل کنم. و اسم بعدی هم که بچه میخوام بهتون میگم همینجا و اسمش هم بچه سولایره
یعنی همون چریتیگونه و این هم بچه داخلش رو کامل ساختن. اگه ماد اول شخص هم میخوای میتونم براتون بذارم و بچه صورتش باور نکردنیه، ولی الان که اینجوری باگ داره یکم نمیتونیم بهتون نشونش بدم. بچه امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه حتما کارمون دنبال کنید، کارمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله برقش حتما بزنید، لایک هم بزنید که واقعا خوشحالم میکنه. تا ویدیوهای بعدی هم بچه برید ورود و همه این کامین اسمشون چه مادها و خیلی زیر ویدیو هست رو میتونید دانلودش کنید و لذت کافی رو ببرید. فعلا پیس.